سلام من اومدم با یک پست دیگه. امروز قرار در مورد این که اگه گربه داری چه غذایی بهتر بهش بدید. قطعا سوال پیش میاد برای صاحبان گربه، اگه گربه دارن چه غذایی بهتره به گربه بدن که باعث سلامتی بیشتر و طول عمر بیشتر گربهشون بشه. این خیلی موضوع مهمیه. اینکه چه چیزایی بخورن بهتره، از این نظر این مهمه، و چه چیزایی که نخورن هم مهمه. بهترین غذا برای گربه غذای خشک و مرطوب با کیفیت. خب این خیلی طبیعی و منطقیه. غذای خشک که منبع مواد مغذی برای گربه رو داشته باشه، بتونه اون هرچی پروتئین و ویتامین رو تامین کنه براش. غذای خشک خارجی 100% بهتر از غذای خشک ایرانیه. و اینکه کنسروای پوچا و خارجی هم به نظرم خیلی بهتر از ایرانیاشه، اینجور که پت شاپ ها خودشون میگن. غذای بعدی مرغ بدون ادویه و بدون نمک باشه که خیلی خوبه، پیشنهاد میکنم. حداقل اگه غذای خشک به گربه‌تون میدین کنارش مرغ بدون نمک آبپز شده بدون ادویه و نمک بدین بهش. مثلا اگه کل هفته رو غذا خشک میخوره، بعضی روزا هم بهش مرغ آبپز بدین. البته اینو بگم که گربه ها مخصوصا اونایی که از بچگی غذا خشک خوردن یه خورده سخت با غذای خونگی ارتباط میگیرن. معمولا فقط غذا خشک دوست دارم. من خودم یه مشکلی که دارم با گربه‌ام دقیقا همینه، غذا خشک میخورن ولی مرغ خیلی کمتر میخورن. خیلی غذا خشک بیشتر دوست دارم بخورن. حالا گربه‌های DSH معمولا خیلی خوش غذا ترن. غذای بعدی که میتونم بگم گوشت و بوقلمونه که باید بدون روغن و بدون ادویه باشه. اونم منبع پروتئینی قویه برای گربه ها. غذای بعدی ماهی سالمون. البته ماهی بهتره که مثلا هفته یه بار به گربه‌تون بدین، چون ماهی زیاد برای گربه خوب نیست. تخم مرغ آبپز هم خیلی خوبه برای گربه و بهتره اینکه اصلا خام نباشه، آبپز. تو زردش رو میتونین 2 هفته یه بار به گربه‌تون بدین. و اینکه همیشه آب تازه در اختیار گربه‌تون باشه. این آب تازه باز خودش خیلی مهمه برای گربه ها. حالا چه غذایی نباید بخورن؟ سیر، پیاز، شکلات، قهوه، الکل، خب طبیعتا مشخصه. حتی استخوان پخته رو نباید بخورن، چون ممکنه که به دستگاه گوارششون آسیب بزنه. چه غذایی بهتره که بعضی وقتا بخورن؟ مثل هویج آبپز شده، کدو حلوایی. خوبه که کدو سبز، خوبه که مثلا بعضی اوقات، نه همیشه، خیلی مهمه بعضی اوقات بخورن. اینه در کنار اون مرغی که حالا آبپز شده، هویج یا کدو سبز، سیب زمینی خیلی به مقدار کم، کدو حلوایی که گفتم، اینا میتونه باشه. ماست. خب حالا شما به گربه‌تون چه غذایی میدید؟ معمولا شده که غذا بدین و اینکه حالا حالش بد بشه، اینو حتما برام کامنت بنویسید. و اگه ویدیو براتون مفید بود لایک و سابسکرایب یادتون نره. بی برو خونتون.